یه تئوری از پیتر پن بریم. ببین پیتر پن همیشه میره به شهر و یه سری بچه جدید جمع میکنه و میبره به نیورلند که بتونن اونجا همیشه بچه بمونن و هیچ وقت پیر نشن. ولی یه تئوری هست که میگه در واقع پیتر پن نقش منفیه و کاپیتان هوک قهرمان داستانه. دلیل این که بچه‌های گم شده هیچ وقت بزرگ نمیشن اینه که پیتر پن اونا رو قبل از اینکه فرصتی برای بزرگ شدن داشته باشن میکشه. چون که وقتی به کاپیتان هوک و اعضای تیمش دقت میکنیم میبینیم که اونا همه آدم بزرگن و توی نیورلند زندگی میکنن و دلیل اینکه تونستن بزرگ بشن اینه که وقتی بچه بودن کاپیتان هوک اونا رو از دست پیتر پن نجات داده و تونستن مثل یه انسان معمولی رشد کنن. ببین اگه چند بار انیمیشن رو ببینی متوجه میشی که کاپیتان هوک هیچ وقت با بچهای گم شده بدرفتاری نمیکنه. در واقع فقط میخواد بدزدتشون که از پیتر پن در امان باشن. تنها کسی که باهاش بدرفتار میکنه خود پیتر پنه و میخواد بکشتش تا بتونه بچهای گم شده رو نجات بده.